یه سریال معمایی و کمدی که فصل 5 الان داره پخش میشه. بریم ببینیم چجوریه، خوبه یا نه. سلام رفقا، تو این ویدیو قراره بریم سراغ یکی از باحالای چند سال اخیر که خیلی سریال جالبیه، Only Murders in the Building. یه ترکیب باحال از کمدی، معما و کلی پیچ و خم جالبه که توی ژانر کمدی داره میچرخه و یه داستان خیلی جالبی داره. اگه دنبال یه سریال متفاوت و اینا هستی، این میتونه براتون جالب باشه. این سریال با IMDb 8.1 و راتن 96 میتونه حرف زیادی برای گفتن داشته باشه. حالا بریم سراغ معرفی کلی این سریال و کست و همینطور یه خلاصه ای از هر فصلی رو میگم که شاید براتون جالب باشه و بتونید هر 4 فصل رو ببینید، چون هر فصلی یک داستان مجزا رو برای خودش داره، به هم مربوط هستن ولی کلیت داستان متفاوته تو هر فصل. بریم ببینیم که چه جوری هست. این سریال محصول شبکه هولو هستش که ستاره هایی مثل استیو مارتین شورت و سلنا گومز تو این سریال ایفای نقش کردن. داستان از کجا شروع میشه؟ فصل اول همه چی از ساختمون آرکونیا شروع میشه. 3 غریبه که هیچ ربطی به هم ندارن تو این ساختمون زندگی میکنن. هر کدوم مشکل و تنهایی خودشونو دارن، ولی یک نقطه عطف مشترک دارن: عاشق پادکست های جنایی هستن. همه چیز عادی پیش میره تا اینکه یه مرگ مشکوک همه چیز رو عوض میکنه. از اونجا به بعد تصمیم میگیرن یه پادکست جنایی با هم بسازن و خودشون وارد اون کاراگاه بازیه بشن. فضای طنز خیلی اینجا ماجرا رو قشنگتر میکنه. ما تازه شخصیت ها رو اصلی رو توی فصل اول میشناسیم و کم کم بهشون عادت میکنیم و باهاشون حال میکنیم و داستان خیلی خوب و جالب پیش میره. این فصل همون حکم معرفی دنیای سریالو داره. فصل دوم اینجا یه ذره اوضاع جدی‌تر میشه. یه قتل تازه میاد وسط، ولی این با یه فرق بزرگی هست. مظنون اصلی خود این 3 نفر هستن. یعنی باید هم بیگناهیشون رو ثابت کنن، هم دنبال قاتل واقعی بگردن برای داستان پادکستشون، برای فصل دوم پادکستشون. روابط بین شخصیت‌ها عمیق‌تر میشه، رازهای گذشته بیرون میزنه و طنز سریال هنوز هم پررنگه. عمده داستان فصل دوم برمیگرده به گذشته آدم‌ها توی اون ساختمون مرموز آرکونیا که باعث میشه همدیگه به هم ربط پیدا کنن و داستان خوبی رو پیش ببرن. فصل سوم نوبت برادویه. یه نمایش. تصور کن وسط این نمایش پرزرق و برق یک مرگ اتفاق میفته، یا بهتر بگیم یک قتل. وسط نمایش بزرگ آلیور بزرگترین شخصیت داستانش میمیره. همین اتفاق کل داستان فصل سوم رقم میزنه. 3 قهرمان ما وارد دنیای تئاتر میشن و هر کسی روی صحنه و پشت صحنه بوده میتونسته مظنون این قتل باشه. توی این فصل ما مریل استریپ رو هم داریم که به گروه تئاتر اضافه شده و یکی از بازیگراست و فصل جالب و قشنگی میتونه باشه. گفتم هر فصلی یک داستان تقریبا مجزا رو نسبت به فصل قبل خودش داره. توی فصل 3 تئاتر بود، ولی توی فصل 4 میخواستن از روی پادکستی که ساختن این 3 نفر، میبل، آلیور و چارلز، یک فیلم بسازن. اینجا دیگه قصه خیلی خلاقانه و جالب میشه. پادکست اونقدر معروف شده بوده که قرار بود ازش فیلم بسازن. همین باعث میشه ما وارد هالیوود و پشت صحنه‌های سینما بشیم. اما وقتی اتفاقاتی توی آرکونیا دوباره میفته، باعث میشه یک قتل دیگه این دفعه توی آپارتمان چارلز اتفاق بیفته و دیگه واقعا مطمئن بشیم که آرکونیا واقعا نفرین شده است.
و اما فصل 5 که همین الان داره پخش میشه، حالا هوای متفاوتی نسبتاً داره با توجه به چیزایی که از این ور اون ور میشه فهمید. این بار داستان فقط به قتل خلاصه نمیشه، پای قدرت و سیاست و حتی شهردار نیویورک هم وسط میکشه. شخصیت‌های بزرگ و بازیگرای جدید میان و احتمال بدین سریال قشنگ بمونه. توی همه این توضیحاتی که دادم و اینا میتونم به این موضوع اشاره کنم که راتن تومیتوز فصل اول نمره کامل داره، یعنی 100، فصل دوم 98، فصل سوم 97، فصل چهارم 93، یعنی نزول داشته هر فصلی که پخش شده، ولی سریال واقعا قشنگ و جذابی میتونه براتون باشه. امیدوارم ببینید و لذت ببرید. خیلی ممنونم که این ویدیو رو دیدید و امیدوارم که لذت برده باشید. باز هم ممنون.